خواهد گشت؟ خود را از نظر خداوند چگونه پنهان کنی؟ تو از خداوندگار خویش بیمناکی؟ من نیز از او شرمگینم. این که کاری ندارد. نمیتوانم نگاههایت را تاب بیاورم. مرا ببخش آمون بزرگ. او دیگر شاهد گناه ما نیست. بیم من از خدای توانا و بینا و شنواست. بیم از آن تندیس فلزی نشانه بلاحت و سفاحت است. تو مرا سفیح و ابله میخوانی؟ من صدها چون تو را زیر گامهایم لگدمال میکنم. تو لیاقت پاک کردن سرگین اسبهای مرا هم نداری. آن وقت اطاعت از آمون بزرگ را نشانه سفاحت میدانی؟ من دستور میدهم و تو مجبوری اطاعت کنی، وگرنه همینجا تو را دفن میخواهم کرد. فرمان شما را تا آنجا اطاعت خواهم کرد که فرمان خالق یکتا نقض نشود. بهترین پاسختون تنبیه و مقابله به مثل است. مجازاتی سخت اسیر شهوت را از خواب غفلت بیدار می‌کند. ای نبی خدا، این پیامی از جانب پروردگار یکتاست. ما هیچگاه تو را تنها نخواهیم گذاشت. از تنبیه و مقابله به مثل با زلیخا بپرهیز، چرا که تا لحظاتی دیگر خواهد گفت چون یوسف مرا مطیع امیال خویش نیافت به جبر متوسل گردید، وانگاه تو محکوم خواهی شد. از این دامگه شیطان به سوی در بگریز. ای نبی خدا، این پیامی از جانب پروردگار یکتاست. به سوی در بگریز. راه گریزی نیست. تو مجبور به اطاعت هستی. فکر میکنم در اینجا خبرهایی هست که نیاز به توضیح دارد. میشنوم یک نفر سخن بگوید. وای بر ما، پاسخ این همه محبت را میبینید؟ میبینید با همسر شما چه رفتاری شد؟ سزای کسی که نظر سو به همسر شما داشته باشد چیست؟ الا زندان با سخت همین شکنجه ها؟ ولی این بانو زلیخا بود که قصد مراوده با مرا داشت. من دیدم که یوزارسیف به قصد مراوده وارد اتاق بانو زلیخا شد. حالی جناب، من میدانم هر دلیلی بیاورم برای شما پذیرفتنی نیست.
شما برای حفظ آبروی خود هم که شده رأی به نفع همسرتان دادید و هیچ کس جرأت شهادت بر علیه بانو زلیخا را ندارد، چرا که ممکن است در آتش خشم ایشان جان خویش را از دست بدهد. بیش از این مرا به خشم نیاور. من به دنبال دلیل و شاهد هستم. دلیل گناهکار چیست؟ من نه دلیلی برای بیگناهی خویش دارم و نه ندیمه ای که به نفع من شهادت بدهد. پس محکومی و باید مجازات شوی. من از پیش محکوم به خیانت هستم، اما حقیقت همان بود که گفتم. او مرا احضار کرد و قصد مراوده با مرا داشت. من شاهدی جز خداوند خویش ندارم. تو وارد خلوت زلیخا شده ای. کاری ما شاهد است. همه میدونم بانو زلیخا مقصر است، اما چه کسی جرأت شهادت دارد؟ شاهدت را بگو اینجا حاضر شده و شهادت بدهد. خدای من در این لحظه شاهد هست. اگر تنهایم بگذارم سخت‌ترین آزمون را از من به عمل آورده است. چطور نمیخواهی سخنان این برده را بپذیری؟ اگر بیگناهی خود را نتوانی ثابت کنی، همین لحظه جان خود را از دست خواهی داد. عالی جناب، من دیدم که یوزارسیف از راهروی قصر آمد و با کیسین، همین کودکی که همکنون صدای گریه‌اش را میشنوید، کمی بازی کرد و بعد وارد راهروی هفتر شد و در را بست. من در اتاق خود در حال استراحت بودم که او را بالای سر خود دیدم. فریاد زدم، کمک خواستم و او پا به فرار گذاشت. رودامون را به اینجا بخوان. یوزارسیف باید همینجا مجازات شود. من شاهد دارم. کجاست؟ شاهدت کیست؟ همینک او را احضار. حتما شاهدی را احضار خواهم کرد که نه من را میشناسد تا پشتیبانی کند و نه بانو را که دشمنی کند. او توتیوار خواهد گفت و اصلا نخواهد فهمید به نفع یا زیان چه کسی سخن گفته است. از طرفی از بستگان بانو زلیخاست. بیشک شهادت او باید به نفع بانو باشد. بگو کیست؟ پیش از آن که مجازات شوی او را احضار. شاهد من کودکی است که صدای گریه‌اش را میشنوید. تو مرا به تمسخر گرفته ای؟ از شما تقاضا دارم به پاس همه خدمتی که در حق شما کردم این کودک را به اینجا بیارید. یک نوزاد میخواهد شهادت بدهد؟ عمه‌زاده من؟ مانعی نیست. بگویید بیاورندش. جناب پوتیفار. این دختر عمه من سیتنن و این هم کیسین. بگو شهادت بدهند. کیسین سخن بگو. آنچه خداوند تو آموخته بگو.
کیسی سخن بگو. فرمان خالق یکتا کلام او را میگویم. اگر پیراهن از پیش دریده زلیخا بیگناه و یوسف گناهکار است و اگر پیراهن از پشت دریده شده زلیخا مقصر و یوسف بیگناه است. تو چگونه حرف زدی عزیز مادر؟ تو با گریه های خود میخواستی مرا فریب بدهی. به راستی که مکر شما زنان بسیار بزرگ است. من از تهمتی که به تو بستم پوزش میطلبم. امیدوارم که از من و زلیخا بگذری و این ماجرا را برای همیشه مکتوم بداری. هیچ کس حق ندارد از این ماجرا با کسی سخن بگوید. اگر کسی این ماجرا را برملا کند به شدت مجازات خواهد شد. بروید.